اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. به اولین جلسه از سلسله جلسات دوره تغییر عادت، رفتار و ترک گناه خوش آمدید. این جلسه تصمیم داریم که درباره علت تولید دوره تغییر عادت نکاتی رو خدمت شما عزیزان بیان کنیم. حالا اگر بخوایم سیر تولید دوره تغییر عادت رو ببینیم که چی شد، اصلا به چه علت این دوره تولید شد، اولین نکته‌ای که وجود داشت بر اساس نیاز شخصی که خودم داشتم در مقاطع مختلفی که چه تو دانشگاه بودم، چه خارج کشور، چه داخل کشور، چه تو حوزه، همیشه یک سوالی داشتم که رشد معنوی علما به چه صورتی پیش میاد، یعنی چه جوری رشد میکنه. حالا تو این سالها توفیق داشتیم برخی از علما رو از نزدیک زیارت کردیم، مثل آیت الله مکارم حفظه الله، علامه مصباح رحمت الله، آیت الله صافی رحمت الله، آیت الله علوی گرگانی و همچنین مقام معظم رهبری. خیلی از علما رو از نزدیک ما توفیق داشتیم ببینیم و همیشه دنبال این بودم که نکاتی که به دست میارم از زندگی علما که میتونم به این سوال برسم که چجوری رشد معنوی علما صورت گرفته، توی دفترچه‌ای داشتم این نکات رو یادداشت میکردم و آروم آروم تو چندین سال این دفترچه کاملتر شد که یه دفترچه شد برای سیر و سلوک علما که بنده حالا از جاهای مختلف به دست آوردم. این اولین بخش دوره بود. بخش دوم که حالا دوره تغییر عادت ایجاد شد، خیلی از دوستان اقوامی که حالا اطرافیان بنده خیلی موقع از من مشاوره میگرفتن. بنده همیشه میدیدم که تو جواب مشاوره این عزیزان باید ارجاع بدم به اون دفترچه، یعنی پاسخ همه سوالاشون دفترچه است. این هم یکی از انگیزه هایی بود که بر من ایجاد شد. انگیزه بعدی، بنده یه مدتی تو حوزه که بودم توی مجموعه بحث مشاوره میدادم، اونجا هم دقیقاً همین بود. نکنید تو مشاوره همیشه میدم سوالا یکی دو کلمه، یه جمله دو جمله نیست، کل اون دفترچه میشه پاسخ اون سوال. اینم برای بنده انگیزه شد. بخش بعدی انگیزم بحث تبلیغ هایی که میرفتم تو حوزه. من بیشتر تبلیغ عمرم تو مدارس و دانشگاه رفتم. دقیقاً همونجا میرسیدم که جواب اکثر سوالات تو همون دفترچه است. و نکته آخری هم که وجود داشت، بنده سال 97 خیلی از دوستانم که مثلا دوستان دبیرستانیم از من سوال پرسیدن که خب اون زمانا خیلی داغ شده و این دوره‌های مهارت افزایی رو از نگاه‌های غربی، دوستانم از من میپرسیدن که آقا شما که تو حوزه هستی، این دوره‌هایی که حالا و مبانی غربی هست وجود داره که اون زمان سال 97 بعضیشون تا 20 میلیون قیمتش بود. سوالی که ازم میپرسیدن این بود که حالا نظر اسلام چی است. من هم موقع یه جستجویی کردم، دیدم خیلی چیزی پیدا نکردم جایی که جواب سوال دوستان بده به عنوان یک دوره. به خاطر همین بنده دنبال یه فرصتی بودم که خودم این دفترچه‌ای که داشتم و یه دوره بکنم. سال 98 اما ابتدای سال 98 این فرصت برام پیش اومد. وقتی برام خالی شد و همون موقع دوره اول رو شروع کردیم. اردیبهشت 98 ما اولین دوره رو شروع کردیم و اولین دوره که شروع شد من به بچه‌ها گفتم، اینو صادقانه گفتم این دوره بر اساس اون تجربه‌ای که تو اون دفترچه خودم به دست آوردم، نمیدونم به درد شما بخوره یا نه، برای خودم خوب بود. گفتم آخر دوره نظرسنجی میذاریم، اگر نظرات خوب بود این دوره رو ادامه میدیم، اگر هم بد بود همین اولین دوره آخرین دوره خوب بود. که نظرات دوره اول فوق‌العاده بود، اینقدر نظرات عجیب بود که بنده رو در حقیقت هول داد به این سمت که این دوره رو ادامه بدیم تا امروز که در خدمت شما هستیم. پس این سیر تولید دوره. حالا سوال بعد این که دوره تغییر عادت از چه منابعی استفاده میکنه. اولین منبعی که ما استفاده میکنیم گفتیم زندگی علما هست. حالا یا زندگی علما رو خودم مستقیما دیدم، حالا بعضی از بزرگان رو اسم بردیم، یا با واسطه، مثلا فرض کنید فرزند یک عالم، نوه یک عالم، یا کسی که توی دفتر یک عالمی بود سوال میپرسیدم و جمع‌آوری میکردم. یه منبع دیگه مطالعاتی داشتم. البته مطالعات رو سعی میکردم همیشه کتاب‌هایی رو استفاده کنم که خود دفتر اون عالم تایید کرده باشه. یعنی خیلی الان مثلا میگم در راه بهشت خیلی کتاب توی جامعه الان هست، تو کتاب فروشی‌ها، ولی خب خیلی‌هاش با واقعیت فاصله داره. ولی بعضی از کتاب‌ها هست که خود دفترهای بهشت تایید کرده. حتی بعضی از کتاب‌های زندگی نامه علما هست که در زمان حیات اون مرجع
چاپ شده. مثلا کتاب در راه آقای بهجت هست که خود حیاتشون چاپ شد، خود آقای بهجت تایید کردم در زمان حیات. خب اینا خب قابل استناد. بعضی از کتابا نه متفرقه چاپ میشه، اونا رو خیلی من استناد بهشون نمیکنم. این منبع اصلی ما هست. منبع دوم دروس اخلاقی که سالها شرکت کردیم زمان دانشجویی و حوزوی. بخش بعدی تجارب شخصی که خودم داشتم توی جزء منابع این دوره هست. بخش بعدی مطالعاتی که به صورت کلی داشتیم در زمینه‌های مختلف. چه منابع دست اول روایات و قرآن، چه منابع دست دوم، مثلا فرض کن کتاب‌های شهید مطهری، شهید صد و غیر و ذالک. بخش بعدی منابعی که تو دوره استفاده کردیم تجربه‌های تبلیغی که داشتیم، چه تو مدرسه چه تو دانشگاه. گفتم بنده از اولین سالی که وارد حوزه شدم مختلف تجربه‌ای که حالا تو دانشگاه داشتیم وارد تبلیغ شدم. اما اولین سال بیشتر تبلیغم شاید 80-90% تبلیغم تو مدرسه و دانشگاه بود و معمولا حالت منبری هم نبود. دوست داشتم همیشه دو طرفه باشه، یعنی بیشتر حالت پرسش پاسخ و چالشی بود. اینم یکی از منابعی بود که ما در دوره استفاده کردیم. بخش بعدی از منابع بحث مشاوره ها. گفتیم که یه زمانی بنده تو کار مشاوره بودم، این هم یکی از منابعی است که ما تو دوره استفاده کردیم. بخش بعدی از منابع اساتیدی که داشتیم ما رو خیلی کمک کرد. حتی همین دوره رو بارها ما تا دوره اول تا حالا در حقیقت تولید شده، بارها استادای ما کل دوره رو دیدن، نظراتشون گفتن و آروم آروم دوره بهبود پیدا کرد و حتی قبل از تولید دوره هم نکات اساتید. و آخرین منبع خود دوره تغییراته. نکنید تا حالا چند هزار نفر تو این دوره از سال 98 شرکت کردن. خب یک منبع فوق العاده است که ما از این استفاده کردیم و هر ترم سعی می‌کنیم کیفیت کار رو بهتر بکنیم. اگر بخوایم خلاصه دوره تغییرات رو بگیم که به چه بخشی تقسیم میشه، دو بخش. حالا جلسه قبل هم اشاره کردیم. یکی مباحث تئوری هست که حدود 10% مباحث دوره تئوریه و مباحث بخشش دومش هم عملی هست که حدود 90% مباحث دوره عملی هست. تو مباحث تئوری ما هم میتونستیم از منابع اسلامی استفاده کنیم هم منابع غیر اسلامی، ولی این دوره تأکیدش اینه که فقط تو در حقیقت مباحث تئوری از منابع اسلامی استفاده کنه. اگر کسی خواست منابع غیر اسلامی خب میتونه جای دیگه مراجعه کنه، ولی ما تو دوره از منابع غیر اسلامی استفاده نکردیم. خود محتوای دوره هم جلسه قبل هم اشاره کردیم به دو بخش تقسیم میشه. یکی کسب عادت‌های خوب. کسب عادت خوب ما دو بخش می‌کنیم. یکی واجبات مثل نماز، روزه، خمس، صله ارحام و غیر ذالک. یکی هم مستحبات. ما مستحبات حالا نماز شب، سحرخیزی اینا هست. خیلی از کارها مثل ورزش رو هم جزو مستحبات حساب می‌کنیم. زود خوابیدن هم همینجور. بخش دوم ترک عادت‌های بد. اینم دو بخش می‌کنیم. یا محرمات هست یا مکروهات. محرمات هم به صورت کلی مثل غیبت، دروغ و غیر ذالک. مکروهات هم حتی پرخوری هم جزء مکروهات ما حساب میکنیم و قرار میدیم. خب این درباره خود محتوا که حالا جلسه قبل هم اشاره داشتیم، این جلسه هم گذرا ازش رد کردیم. حالا درباره خود تغییر عادت که ما گفتیم از منابع اسلامی استفاده کردیم، آیا تو منابع اسلامی درباره تغییرات صحبت شده یا خیر؟ ما یک سری روایات داریم که مستقیما به بحث تغییر عادت توصیه میشه، حالا بهش میپردازیم. حتی روایت هم داریم نهی میشه. حالا میخوایم بعدم جمع بندی کنیم جلسه بعد دیگه ان شاء الله که چجوری این دو گروه روایت با هم جمع خواهد شد. حتی آیاتی هم هست که به بحث تغییر عادت غیر مستقیم میپردازه. اولین روایتی که انتخاب کردیم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که از حضرت میفرماد عادت هاتون رو تغییر بدین تا طاعت ها بر شما آسان بشه. خب اگر بخوام من این روایت رو بیشتر توضیح بدم، چند تا نکته رو بیان کنیم. یه مثال بزنیم شاید تو مثال بهتر متوجه شی. یعنی چی؟ عادت ها، ما انسان عادتی رو مثلا فرض کنید دست بیاری عادت تغییر بده، طاعت برش آسان میشه. فرض کنید شما اگر یه کودکی که تازه میخواد راه بیفته، نمیدونم حالا در اطراف شما کودکی هست که تازه بخواد راه رفتن یاد بگیره یا نه، این کودک اول چیکار میکنه؟ اول ایستادن رو تمرین میکنه و حتی اولش میخواد بیسته باید دست به دیوار بگیره، پدر مادرش کمک کنه. بعد یه مدت ایستادن براش چه اتفاقی میفته؟ عادت میشه، دیگه راحت میسته. تو گام بعدی راه رفتن رو یاد میگیره. راه رفتن هم که اوایل میخواد یاد بگیره، پدر مادر دستشو میگیرن، آروم آروم حرکتش میدن. بعد یه مدت راه رفتن براش عادت میشه، راحت راه میره. مرحله بعدی دویدن رو هم اولش خیلی آهسته آهسته میره، حتی خیلی موقع ممکنه بیفته، مراقبت میکنه، ولی کم کم دویدن رو عادت میکنه. مرحله بعدی که دیگه دویدن
توش عادت کرد، بعد میره فوتبال بازی میکنه. تو فوتبال بازی کردم کم کم اوایل شاید سختش بوده، کم کم عادت میکنه، بعدش میشه یه فوتبالیست، بعد میره مرحله بعد فوتبالیست حرفه‌ای. یعنی کسی که فوتبالیست حرفه‌ای میخواد بشه باید گام به گام هر مرحله رو عادت کنه تا براش آسان بشه، تا بتونه بره مرحله بعد. فرض کنید یه فوتبالیست هنوز ایستادن رو براش عادت نکرده، اصلا نمیتونه راه نمیتونه بره، چه برسه فوتبالیست. پس هر پله‌ای که ما میخوایم بریم پله بعد، باید پله قبلی برای ما عادت بشه، آسون بشه، بتونیم بریم پله بعد. اگر این اتفاق نیفته ما نمیتونیم بریم پله بعد. پس یکی از مزایای مهم عادت سازی بحث سادگی هست. حالا یه مثال عمومی، یه مثال حالا معنوی هم بزنیم. مثلا فرض کن شما نماز خونه. کسی که میخواد اهل نماز شه اول عادت میکنه به نماز خوندن. اوایل مثلا فرض کنید کودکی که تازه، فرض کنید دختر خانمی که 9 سالشه تازه تکلیف شده، اول خیلی سختشه، نمازش حالا به سختی میخونه اینا، ولی بعد این مدت که نماز عادت کرد براش ساده میشه. گام بعدی چیکار میکنه؟ وقتی نماز براش ساده شد میاد نماز اول وقت میخونه. خب نماز اول وقت هم اولاش سخته، بعدن کم کم عادت میکنه براش ساده میشه، دیگه نماز اول وقت هم ساده میکنه. بعد تو گام بعدی که نماز اول وقت ساده شد میاد تمرکز داره، دوره اوایل براش سخته، حواسش پرت میشه، کم کم تمرکز به دست میاره. تو مرحله بعدی میاد مستحبات نماز رو انجام میده. مثلا فرض کن بعد از نماز فرض کن ذکری میگه، دعایی میخونه، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها میگه، اینم دوره براش عادت میشه و ساده میشه میره مرحله بعد. بعد قبل نماز مثلا اذان و اقامه میخونه، اینم براش عادت میشه، ساده میشه میره مرحله بعد، مثلا میرسه به نماز جماعت. یعنی اگر کسی هر گامی که انجام میده ساده میشه میره مرحله بعد. اگر فرض کن کسی نماز خوندن هنوز براش سخت باشه، اصلا نماز اول وقت نمیخونه، یا فرض کن کسی که نماز اول وقت هنوز نمیخونه، براش عادت نشده، نمیتونه تمرکز داشته باشه، نمازش آخر وقت میخونه به زور داره میخونه، حالا تمرکز داشته باشه. پس ما وقتی که کاری برام عادت میشه، ساده میشه، میریم مرحله بعد. پس اینجوری ما میتونیم رشد معنوی داشته باشیم، پله پله بریم بالا. الان شما فرض کن یه کاری رو شما فعالیتی انجام میدید، بعد یه مدت انجام میدید، برای شما عادت میشه. وقتی عادت میشه گفتیم طبق روایت براتون ساده میشه. وقتی ساده میشه چه مزیتی داره؟ اول از اون سرعتتون میره بالا، راحت‌تر انجام میدید، مثل اون کودکی که میخواد راه بره. نکته دوم، خطای شما تو اون کار میاد پایین. وقتی یه کاری عادت میشه طبیعتا ساده میشه، خطاتون هم میاد پایین. مثلا بچه‌ای که میخواد همین راه رفتن یاد بگیره خطاش زیاده، 20 بار میفته زمین، ولی بچه‌ای که عادت کرده به راه رفتن دیگه نمیفته. نکته بعدی، کیفیت کار میاد بالا، چون کار برای شما ساده میشه کیفیتتون میاد پایین. و نکته بعدی بسیار مهم، انرژی کمتری از شما میگیره. مثلا فرض کن کسی عادت کرده به نماز شب، اصلا نماز صبح بیدار شدن دیگه براش انرژی نمیگیره، ولی کسی که عادت نکرده باید با زور و سختی بیدار بشه نمازش رو بخونه. این درباره روایت اولی که انتخاب کردیم. روایت دوم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که حضرت میفرمایند خودت رو به گفتن سخن خوب و زیبا عادت بده تا از ملامت محفوظ باشی. دوره اینجا هم نگاه کنی کارهای خوب رو دارن به ما هول میدن، ما بریم به سمت عادت سازی. این نکته مهمه، خیلی تو روایات داریم بحث عادت سازی. حالا بعدا میگیم حلقه بعدیش بحث ملکه سازی که اون بحث مفصلی اصلا دنیایه. هر کار خوب باید بیاد تو قالب عادت سازی تا برای شما آسون بشه، براتون ساده بشه، بتونید انجام بدید. ولی یه کاری که براتون سخته ولی که کار خوبی باشه، هیچ وقت نمیتونید مستمر انجام بدید. یه نکته مهمیه، وقتی کار ساده میشه، گفتیم ساده میشه کیفیتش میاد بالا، راحت‌تر انجام میدید، انرژی انجام میدید و نتیجه کار چیه؟ وقتی کاری ساده میشه شما در طول زمان انجام میدید. ولی وقتی که کاری سخت باشه شما یه هفته 2 هفته نهایتا میتونید انجام بدید، بعدش ول میکنید. پس نتیجه‌ای که میگیریم این جلسه که خیلی نکته مهمیه، کارهای خوبمون رو ما باید بهش عادت بکنیم تا ساده بشه، تا بتونیم در طول زمان طولانی انجام بدیم. این یک فرمول اساسی است که این جلسه بهش پرداختیم. ان شاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو درباره بحث عادت سازی ان شاءالله توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.